سلام خدمت دوستان عزیز، بچه ها و مهندس های دوره آشنایی با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی. توی این قسمت با واحد تقدیر در خلا یا Vacuum Distillation Unit در خدمت شما هستیم. میخوایم که توضیح بدیم این واحد چیه، چی کار میکنه و چه مزیت هایی رو برای ما توی پالایشگاه ها ایجاد میکنه. واحد تقدیر در خلا که همون خوراکش از برج اتمسفریک یا واحد تقدیر اتمسفریک میاد که همون مازوته، یعنی تهماند برج اتمسفریک یا همون مازوت میاد وارد واحد تقدیر در خلا همون میشه. در واقع این مازوت ما یا تهماند برج اتمسفریک ما اجزای سنگین‌تر نفت خامه که به دلیل انجام واکنش‌های کراکینگ نمیشه در واقع بیایم دما رو زیاد کنیم، خیلی زیاد کنیم و به همین خاطر میایم فشار رو میاریم پایین تا دیگه این موادمون یا این مواد سنگینمون تجزیه نشن. همچنین این باعث میشه که ایجاد پدیده کوک توی خطوط انتقال و تجهیزات باعث افزایش هزینه عملیاتی میشه و کاهش بازده فرایند میشه. یعنی چی؟ یعنی دما که افزایش پیدا کنه کوک ایجاد میشه توی خطوط انتقال و توی تجهیزات و باعث افزایش هزینه عملیاتی و کاهش بازده فرایند میشه. از این رو میام اجزای سنگینی که باقی مانده اجزای سنگین رو، در واقع همین اجزایی که از واحد اتمسفریک اومدن رو باقی مانده اتمسفری میگن. توی فشار پایین حدود 10 تا 40 میلیمتر جیوه ما در واقع توی واحد تقدیر در خلا برج هامون دارن کار میکنن یا حدود 2 تا 6 کیلو پاسکال نزدیک به خلا. باقی مانده اتمسفریک رو میفرستیم داخل کوره تا گرم بشه. میایم دوباره چی کار میکنیم؟ به همون کورمون بخار آب اضافه میکنیم، تزریق میکنیم که هدف اون افزایشه، که هدف همین بخار آب افزایش سرعت جریان توی لوله های کوره است، یعنی جریان بیشتر بشه و کاهش کوک و کاهش فشار جزئی هیدروکربن ها، یعنی کوک رو کاهش بدیم و کاهش فشار هیدروکربن ها رو جلوگیری کنیم ازش. مقدار بخاری که مصرف میکنیم به فاصله جوش خوراک بستگی داره. همین تهماند اتمسفریکی که میاد اگر فاصله جوشش متفاوت باشه مقدار بخار ما هم افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد که معمولا بین 10 تا 15 پوند برای هر بشکه است. 10 پوند حدودا میشه مثلا 5 کیلوگرم و 15 پوند هم تقریبا میشه 7.5 کیلوگرم. حالا میتونید این رو ضرب در مثلا 0.454 کنید، جوابش میاد. خب محصولات برج در واقع تقدیر در خلمون یه عده محصولاتی هستن به اسم مواد پایه روغنساز. یعنی چی؟ یعنی این مواد میرن توی پالایشگاه و تبدیل به روغن میشن، یعنی موادی هستن که از اینا میشه روغن تهیه کرد، روغن‌های مختلف مثلا ماشینالات صنعتی. یکی هم لایت وکیوم گس اویل رو داریم که همون گازوئیل سبکمونه. بعد هیوی وکیوم گس اویل رو داریم که همون گازوئیل سنگینمونه. دوباره هیوی وکیوم اسلوپس رو داریم که همون مواد پایه روغنسازی اما به صورت سنگینن، اینا سنگینن اینا سبکن. و یه دونه هم وکیوم باتم داریم که در واقع باقی مانده تقدیر در خلا است، یعنی یه جورایی محصول پایین برج تقدیر در خلا است. این محصولات
یا به عنوان محصول نهایی یا به عنوان خوراک واحد کرکینگ و فرآیندهای روغن روان کننده مورد استفاده قرار میگیره. این محصولات یا کلا میایم میفروشیم همینجوری، یا میرن مثلا توی یک واحد دیگه، مثلا واحد کرکینگ یا واحدهای فرآیندهای روغنسازی مورد استفاده میگیرن. محصول پایین برج هم نیز برای تولید قیر مورد استفاده قرار میگیره. برج هایی که ما داریم 8 تا 20 تا سینی دارن. حالا 2 تا متد داریم برای اینا که میگم 8 تا 20 تا سینی دارن که در واقع اینجا شکلش رو میبینید. ما چیکار میکنیم؟ ما میایم در واقع خوراکی که از برج اتمسفریک داره میاد رو گرم میکنیم توی کوره، دماش رو به حد مورد نیاز میرسونیم، بعد این خوراک وارد برجمون میشه. بعد 8 تا 20 تا سینی داره، جداسازی صورت میگیره، بخارات میرن بالا، بعد مایات هم که میان پای. در واقع بعضی مواقع ما میایم دمای خروجی رو کوره رو حدوداً میرسونیم به 380 تا 450 درجه سانتیگراد که اینجا فارنهایتش رو میبینید. گفتیم که فشار داخل این برج ها 2 تا 6 کیلو پاسکاله. بعد توی طراحی این برج ها میان مقدار افت فشار ایجاد کننده خلا، اگر اینجا نگاه کنید اینا اجکتورن. خب اجکتور یا همون ایجاد کننده خلا میان چی کار میکنن؟ میان توی طراحی این برجا مقدار افت فشار ایجاد کننده خلا و فلش زون، یعنی منطقه‌ای که خوراک وارد میشه و دو فازی میشه، یعنی اینجا ببینید خوراک دو فازی میشه، یعنی دو فازی که شاید اینجا دو فازیه ولی وقتی میاد اینجا بخارات میره بالا و مایات میره پایین، افت فشار اینجا و اینجا رو معمولا توی طراحی ها به حداقل مقدار خودش میرسونن که بعدش توی این برجا معمولا میان از اجکتورهای بخار، اینا یعنی اجکتور بخارن و کندانسورهای بارومتری از استفاده میکنن تا خلا رو توی این برج ایجاد کنن. تعداد و اندازه این اجکتورها یا کندانسورهای بارومتری به 2 تا در واقع علت بستگی داره. علت اول میزان خلای مورد نیاز ماست، یعنی ما ممکنه خلایمون رو هر چقدر ببریم پایین تر، هر چقدر ممکنه که نه، در واقع اینطوری بگم، هر چقدر ما خلای مورد نیازمون بیشتر باشه، یعنی فشار پایین تری مورد نیازمون باشه، تعداد این اجکتورها بیشتر میشه، در واقع تعداد کندانسورامون بیشتر میشه و اندازه شون هم بیشتر میشه. یک چیز دیگری هم که در واقع تأثیر میذاره به تعداد این اجکتورها، در واقع کیفیت این بخار. کیفیت این بخار هرچه بیشتر باشه تعداد اینا کمتر میشه و هر چقدر کمتر باشه باز باید اینا افزایش پیدا کنه. چون این برج ها، این ستون های تختی توی خلای پایین دارن کار میکنن، حجم بخارهای تولید شده به ازای خوراک نفتی که داریم، یعنی به ازای هر بشکه خیلی بیشتر از برج تختی اتمسفریکه. یعنی
میزان بخاری که مورد نیاز این برجمونه بیشتر از برج اتمسفریکه. به همین علت میان برج‌های تقطیر در خلا رو معمولاً قطرشون رو بیشتر از برج‌های تقطیر اتمسفریک در نظر میگیرن. محصولات این برج‌ها که گفتیم دیگه، اینجا گفتیم معمولاً گازوئیل و مواد سنگین و پایه روغنسازی که گفتیم مثلا اینجا برای تولید قیر، برای تولید روغنسازی و گازوئیل تولید میشه. محصول پایین برجمون که از اینجا داره خارج میشه یا اینجا در نظر بگیریم، اسمش وکیوم ریزیجو یا ریدیوس پراود میگن بهش. میتونه مستقیما به عنوان سوخت سنگین توی برخی واحدها استفاده بشه یا مثلا توی نیروگاه ها استفاده بشه یا عملیات های روش انجام بشه، بعد این محصول پایین برجمون به مواد سبکتر تبدیل بشه و بعدش استفاده بشه. حالا به دو روش شبیه سازی اینا صورت میگیره این برج تقطیر در خلا. یک شبیه سازی اینجوریه. خب یه دونه یعنی برج داریم و شبیه سازیش این مدل میشه. شبیه سازی بعدی اینجوریه. خب چه فرقی دارن اینا با هم؟ اولا اینکه اینایی که اینجا میبینید شاید مثلا بگید که آقا مثلا اینجا ما فقط یک خوراک داشتیم که وارد یک برج میشد، پس بقیه یه جریان هایی که اینجا موجودن چیه؟ الان توضیح میدم خدمت. یک، این AR یا باقی مانده اتمسفریک این جریانمون، ما دیگه نیومدیم مثلا بیایم دوباره یک کوره بذاریم این جریان رو گرم کنیم بعد بفرستیم داخل برج. در واقع فرض ما این بوده که این جریان گرم شده و دماش بالاست. بعد اینا چیه؟ اینا میکاپن. اینا در واقع میان میزان خوراک برجمون رو بیشتر میکنن. در نهایت ما گازوئیل بیشتری خواهیم گرفت و در نهایت علاوه بر گازوئیل مواد سنگین‌تر بیشتری هم میگیریم. اینا در واقع میان کمک میکنن به فرآیند ما که نیتروژن داریم، متان داریم، اتان داریم، پروپان داریم، دوتا ماده سنگین داریم و اینا میان هر کدوم با مقدار جرمی متفاوت با هم دیگه جمع میشن، وارد برجمون میشن. بعد از اون ورم مقداری مادهمون که باقی مانده اتمسفری که میاد وارد این برجمون میشه. بعد توی این برجمون جداسازی اتفاق میفته و محصولات مختلفی رو میگیریم. استیم هم میزنیم به این برج که در واقع گرمای برج رو تامین کنیم و همچنین الان شاید فکر کنید این یک برج تقطیریه که کندانسور و ریبویلر داره، شکلش همونه، درست. ولی وقتی ما میخوایم شبیه سازی کنیم توی این برج، میایم یک برج ابزوربر میذاریم، برجی که نه ابزوربر داره، نه کندانسور داره، نه ریبویلر داره و بعدش وقتی ما پمپراند اضافه میکنیم به برج ابزوربرمون، شکل برج تغییر میکنه به این شکل و این برج در واقع یک برج ابزوربره که پمپراند داره، نه اینکه مثلا یک برجی باشه که کندانسور و ریبویلر داشته باشه. اگر کندانسور و ریبویلر داشت، جریان خروجی‌هاش باید از اینجا می بود، یعنی جریان خروجیش یکیش از اینجا یکیش از اینجا می بود و انرژی مورد نیاز
کندانسور و ریبویلر ما هم باید اینجا تعریف میشد. وقتی تعریف نشده یعنی این برجمون متفاوت تر از یک برج تقطیر معمولیه. بعد اینجا رو گفتیم. حالا بیایم اینجا. ما گفتیم اینجا چند تا سینی داشتیم؟ 8 تا 20. اینجا اومدیم در واقع همون 8 تا 20 رو تقسیم کردیم به 4 تا برج. الان این برج ها تعداد سینی کمتری دارن، تعداد سینی هاشون کمتر از این برج. خب ولی تعداد برجمون بیشتر شده و همون محصولات رو ما در این میگیریم و این مدل ساده شده همین برجه. یعنی ما اومدیم ساده سازی کردیم، توی این ساده سازی رسیدیم به این شبیه سازی و اومدیم در واقع همون میکاپمون رو اضافه کردیم به برج. این باقی مانده اتمسفریکمونه که با استفاده از اویل منیجر و پترولیوم اسید شبیه سازیش کردیم. بعد یک استیم یا بخاری به برج اولمون میزنیم، بعد جریان خروجی از برج اولمون رو وارد برج دوم میکنیم، محصولی میگیریم ازش به اسم هیوی وکیوم گس اویل، یعنی گازوئیل سنگین. بعد اسلوپ وکس یا مواد پایه روغنسازی رو یا همون وکسمون رو میگیریم دوباره برای اینکه برگردونیم و جداسازیمون بهتر انجام بشه. دماش رو به دمای این موادمون میرسونیم، یعنی افزایش دما اتفاق میفته و بعد وارد برجمون میکنیم. دوباره این جریان خروجی از برجمون میاد وارد یک برجی میشه که این برجمون هم دوباره گازوئیل سبک رو میگیره و بعدش توی برج آخرمون هم دوباره میایم یک آفگس میگیریم و یک وکیوم باتم میگیریم که البته من اینجا اشتباهاً ویدی نوشتم در حالی که باید وکیوم باتم باشه. خب همونطور که گفتم توی این برج گفتم خدمتتون، گفتم که این برجمون در واقع یک برج ابزوربره که پمپراند داره و اگر شما نگاه کنید همه این برج ها دقیقا شبیه اونن و اشتباهی فکر نکنید که این برج ها برج تقطیرن و کندانسور ریبویلر دارن. نه، اینا برج هایی هستن که ابزوربرن، یعنی برج جذبن، نه اینکه برج تقطیر یا بقیه موارد. تا اینجا این جلسه‌مون کوتاه بود. من میخوام که جلسات بعدی هم یک به یک آماده کنم و خدمت شما دوستان عزیز ارسال کنم. ممنونم که تا اینجای ویدیو گوش کردید. اگر سوالی داشتید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.